پیش از اومدنم بسیار خسته بودم. من پایهایم خوب کار نمیکردم. السلام علیکم. من ابرار خورشید، شهروند جمهوری تاجیکستان. روز 9 دکبر 2025 سال در ازبکستان در شهر جیزخ با طبابت آمدم. انا اکنون بعد از 10 روز طبابت عین حال دستان من خوبتر شدند، پوچه منم خوبتر شد. کسانی که با این کسلی دچار شدند مصلحت خودم را میدهم که حتما در اینجا بیایید و طبابت گیرید. از بس که طبابت اینجا خوب بوده است، بعد از 10 روز من 5 روز دیگه دوام دادن قرار کردم. ما هر روز در اینجا در ریابیلیتاسیون مرکزی شهر جیزخ جمهوری ازبکستان 10-12 نمود هر خیلی طبابت و معالجه ها را میگرفتیم. کسانی که با این بیماری دچار شدگی هستند حتما با من مصلحت میدهم که اومده در اینجا 10 روز طبابت گیرند. از بس که طبابت اینجا 10 روز است، به حد خوب است برای آدمانی که اینسولت گرفتند.